الخبیثات للخبیثین. الله تعالی میگه که زنهای ناپاک به مردهای ناپاک، این زنهای زناکار به مردهای زناکار. و الخبیثون للخبیثات، مردهای ناپاک به زنهای ناپاک. الطیبات للطیبین، زنهای پاک برای مردهای پاک است. الطیبون للطیبات، مردهای پاک برای زنهای پاک. این اصل نزول آیت سببش حضرت عایشه را وقتی که تهمت کردند، الله تعالی این آیت را نازل کرد. در جمله آن آیت هایی که حضرت عایشه را و پاک بودنشان الله تعالی آیت نازل کرد، این هم از جمله همونها هست. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصی پاک هستن، همسرشان پاک میشه. پاک بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چیزی حتمی و ضروری و دانستنش هم حقیقی حتمی است. همه باید داند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاک هستند و الله تعالی بهترین آدم پیغمبر میکنه. این یعنی قصد. خب مادامی که همین خیلی باشد، مردی پاک به زنی پاک، زنی پاک به مردی پاک، یعنی عایشه پاک است گفتگی. و این چنین یعنی که مردی پاک باید زنی پاک به خانه داری کند، زنی صالحه گیرد، زنی فاحشه را به زنی نگیرد.